رفیقاشون یا دوستانشون میان این حرف ها رو تکذیب میکنن، میگن مثلا اینطوری نبوده برای ویو. سلام همگی، سمیرا هستم و خوشحالم دوباره شما رو توی چنلم میبینم. امروز قراره با هم دیگه لباس دیگه ای که قبلا دوخته بودم و یک سری اشکالات داشته به یه لباس ایدئال برسیم. اگه از اینجور ویدیو خوشتون میاد حتما چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. مرسی که ما رو تا همینجا حمایت کردین. اگه نظری دارین حتما برای من کامنت بذارین، بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب بچه این تابلکسی هست که من قبلا دوختم و یک سری مشکلاتی داره. این روز بحثی که توی اینترنت خیلی پخش شده، بحث خونه وحشت امیر تتلوه. به اینکه کی ماجرا رو شروع کرد و چه جوری شروع شد کاری ندارم، اما این روزا آدما برای ویو گرفتن توی یوتیوب و پول در آوردن دست به هر کاری میزنن. شده ساختن ویدیوهای فیک، شده صحبت کردن راجع به چیزی که واقعیت نداره، شده صحبت کردن راجع به اینکه چه شایعی راجع به چه کسی پخش بشه که بشه از اون پول در آورد. این که الان کی اینجا راست میگه و کی دروغ میگه ملاک نیست. این دعوایی بین دو نفر توی یوتیوب، توی یه فضایی که عام هستش پخش شده. دعوایی که حتی شاید نباید جلو دوربین میومد. حالا برای گرفتن ویو بوده، برای گرفتن فالوور بوده یا هر چیزی، این دعوا به جلوی دوربین اومده و خب پیامدهایی هم داشته. و پیج هایی ساختن که قبل از این موضوع حتی ویدیویی هم توش آپلود نشده. حالا من نمیخوام اسم ببرم که چه کسایی برای چه چیزی این کار رو کردن. با خودشونه، میل خودشونه، پیج خودشونه، هر جور که دوست داشته باشن میتونن ویدیو آپلود کنن و حالا هر کاری کنن، ولی اینکه بخوان از اسم یه آدم دیگه‌ای پیج خودمون رو بالا بیاریم کار درستی نیستش. چون که این روزها ویو گرفتن توی یوتیوب همونطور که گفتم بسیار سخته. یوتیوبرهای قدیمی قبلا برای اینکه ویو بگیرن، ساب بگیرن، سالها زحمت کشیدن و الان یک سری افرادی وارد یوتیوب شدن که میخوام بدون اینکه اون 2 سال 6 ماه یا هر زمانی که مناسب این هستش که پیجتون بالا بیاد رو یک شبه پیجشون رو بالا بیارن، از اسم کسایی مثل امیر تتلو استفاده میکنن و پیج رو بالا میارن. به قول معروف که میگه که میخوان از هر جوری شده، از هر طریقی که شده برای این کار ساب بگیرن، ویو بگیرن، به هر چیزی چنگ میزنن که خودشونو بالا بکشن و راه 100 ساله رو بخوان یه شبه برن. توی پلتفرمی مثل اینستا خیلی پر شده از این آدم هایی که بدون هیچ هنری پیجشون بالا اومده
و اسمشون هم بلاگری گذاشتن حالا یا هر چیزی. بدون هیچ هنری و فقط با حاشیه معروف شدن که یه جایی آدم واقعا میمونه که چجور این آدم با این کاراش ویو میگیره و کسب درآمد میکنه. حالا من نمیخوام بگم که این کار غلطیه یا درسته، ولی به هر حال اشتباه از اونها نیست، اشتباه از ماه که باعث شدیم این آدم ها بخوان از این طریق، بخاطر اینکه تماشا میشن و دیده میشن، تماشاچی دارن، میان و این کارا رو میکنن و خیلی هیامون هم اسمشون رو خسافیل‌های اینستاگرامی میذارن. این وسط یک سریا، حالا من با خانم قریشی کاری ندارم، ایشون خودشون آرتیست هستن و مسئله من ایشون نیست. حالا دوست و رفیق‌های آقای تتلو هم بنا به دلایلی که نمیدونم چی است و خودشون میدونن پشت دارن میکنن بهش، حالا برای بحث مادی از پول بهشون داده نشده، پولشون رو خورده آقای تتلو یا هر چیزی، الان اومدن و روی این موج سوار شدن. خیلی هاشونم حتی قبل از این قضیه‌ای که بخواد افشاگری بشه پیجی شاید توی این یوتیوب نداشته بودن و ویدیویی نذاشته بودن. خلاصه که خواستن از این طریق ویو بگیرن و درآمدی داشته باشن از طریق پیج آقای تتلو. مثلا همون دختر خانومی که برید پیجشو باز کنید تمام ویدیوهاش از همین موضوع ساخته شده، هیچ مدرکی ارائه نمیده و فقط حرف میزنه، یعنی هیچ چیزی نیست که نشون بده که آیا حرفای ایشون درسته یا فقط ساخته ذهنشونه. حالا یه مدت اومدن تو خونه یه طرف بودن، ویدیو گرفتن، هر چیزی، حالا خواستن از اون استفاده کنن که یه پولی در بیارن شاید، یا هر چیز دیگه. خلاصه که خواستم بگم این ماییم که اجازه میدیم همچین آدمایی بیان سر هر چیزی بخوان ویو بگیرن و پول در بیارن، معروف الکی بشن، همون جوری که توی اینستاگرام سر هیچ و پوچ بدون هیچ هنری بدون هیچ استعدادی بالا اومده پیجشون. حالا شده از بلاگری که روزمره هاشو میذاره یا مثلا مادری که بچه‌شو وادار میکنه به اینکه یک سری حالا حرفا یا یک سری حرکات انجام بده که
تو پیجش بذاره و ویو بگیره از این قضیه و داستان. و اساسا اگر پی حرفهاشون رو بگیریم میبینین که فقط انگار یک سری چیزهایی رو دارن میگن که زاده ذهن خودشونه برای اینکه ویو بگیرن یا مثلا ساب بگیرن، هر چیزی. مدرکی بابت سند صحبتاشون نیست، فقط روی موجی که ایجاد شده سوار شدن. و اگه دقت کنین هم هیچ چیز خاصی برای گفتن ندارن. حالا پیج هایی هستش میگن که حتی قبل از این قضیه وجود نداشته، یا مثلا حرف هایی که زده شده رفیقاشون یا دوستانشون میان این حرف ها رو تکذیب میکنن، میگن مثلا اینطوری نبوده، برای ویو این کاری کرده. حالا معلوم هم نیست که کی راست میگه. در کل که این قضیه ویو گرفتن، حتی خود آقای تتلو هم برای ویو گرفتن خیلی از کارها رو کرده، چون واقعا دیگه چیزی برای ارائه نداره. ایشون هم من نمیگم آدم نرمالیه، اصلا آدم نرمالی نیستش. بعد از اینکه حالا همه میدونیم که چه بلاهایی سرش اومده توی ایران، حالا من نمیدونم مواد میزنه نمیزنه، ولی در کل چه مواد بزنه چه نزنه آدم عادی نیستش. حالا یک سری برنامه ساز میان از این قضیه و محتوا تولید میکنن، هیچ موردی نداره، برای سرگرمیه، هر کسی میتونه این کارو بکنه. همون جوری که یک سری موضوعات دیگه برای سلبریتی های دیگه، چه خارج چه تو ایران، به وجود میاد که ازش کلی شایعه میاد بیرون، کلی حرف و حدیث میاد بیرون. اما صحبت من سر اینه که اون آدمی که داره این فیلمو میسازه چه صحبتی برای گفتن داره، چه ویدیوهای قبلا توی پیجش بوده، آیا فقط از این موضوع گذاشته، آیا فقط روی این موضوع سوار شده برای فیلم گرفتن و ویو گرفتن و کانتنت درست کردن. اگه این موضوع هستش که واقعا نمیشه گفتش که پیجش محتوای به درد بخوری خواهد داشت یا نه. نمیخوام چی بگم، یعنی مثلا اون طرف به خاطر اینکه از یه قضیه‌ای سودی ببره، پیجش بالا بیاد و سریع بخواد خود نشون بده از اسم یک نفر دیگه، حالا اون شخص چه تعادل روحی روانی داره یا نداره، چه سالمه چه نیست، ولی چون توی یوتیوب، چون توی پلتفرم‌های دیگه این آدم معروف هستش و نیازی نداره که دیده بشه پیجش، یعنی هر کسی میتونه تو هر پلتفرمی بیاد و اسم ایشون رو سرچ کنه.
و خیلی راحت پیجش بالا میاد تا یه آدم معمولی که هیچ کس نمیشناستش. پس این آدم معمولی میاد چیکار میکنه برای اینکه پیجش بالا بیاد؟ میاد سر حاشیه‌هایی که برای طرف درست میشه رو موجشون سوار میشه، ویدیو میسازه و حتی ممکنه خود شایعاتی رو پخش بکنه که اساساً بی پایه است. و حالا مثلا بگو مثلا تو چند تا ویو هم گرفت این قضیه که خوابید، این قضیه چون هیچ شایعی هیچ وقت نمونده، یک سری شایعات رو یک سری از آدم ها ایجاد میکنن برای اینکه یک سری از مسائل رو پنهان بکنن زیر اون شایعی که به وجود اومده. کاری که خیلی از آدم های روی کره زمین انجام میدن، آدم های معروف، یک سری قضیه مثلا میاد طرف کرده مال یکی رو خورده، میاد مثلا راجع به اون میسازه، همه حواسا رو پرت میکنه سمت اون قضیه و کاملا اون موضوع از بین میره، یعنی مردم یادشون میره. مثلا سلبریتی که گند خیانتکاریش در میاد، میان چیکار میکنن؟ میان یه خبر دیگه پخش میکنن که ملت بیان حواسشون از اون موضوع پرت بشه و اون محبوبیت اون سلبریتی رو بخوان حفظ کنن. حالا اکثر این برنامه سازهایی هم که دارن مصاحبه میکنن راجع به این موضوع یا هر چیزی، فقط سوال میپرسن. به طرف نمیگن آقا تو سندی داری، مدرکی داری، چه چیزی دال بر این داری که صحبت‌های تو چی میگن که صحبت‌های تو اساس پایه داره، دروغ نیست، مبهم نیست، نمیخوای به خاطر ویو یا به خاطر اینکه دیده بشی پیجت بالا بیاد بیا این صحبت‌ها رو بکنی. من اصلا نمیخوام مثلا بگم که من دارم از آقای تتلو مثلا بگم دارم حمایت میکنم، اصلا بگم اصلا همچین چیزی نبوده، من نبودم اونجا، ندیدم. فقط دارم راجع به این صحبت میکنم که پیج هایی که داره این روزها بالا میاد پیج هایی هستش که فقط و فقط روی این موضوع داره مانور میده و ویدیو دیگه اساسا تو پیجشون نیست. اینم داره بازی در میاره، اصلا خورد کردش. خلاصه که هر کسی رو که دنبال میکنید با منطق نگاه کنید. آقا این شایعی که داره راجع به فلان کس هر کسی پخش میشه، پایه اساسش چیه؟ اصلا از کجا اومده؟ مدرکی چیه؟ چه مدرکی داره طرفی که داره این شایعات رو پخش میکنه؟ اون فیلم هایی هم که خود آقای تتلو پخش کرده فیلم هایی نیستش که بگیم پایه و اساسی داره که از قبل چیده نشده باشه و برای اینکه خودشو مبرا کنه از هر چیزی که بگه آقا من نکردم، من نزدم، این فیلم ها رو گرفته باشه. خیلی ها سناریو میچینن مثلا برای اینکه خودشون رو خوب جلوه بدن، برای اینکه بگن من هستم، من آدمی هستم که
تو نمیتونی باشی اون آدمه. چرا؟ چون فکر میکنم من خدایی روی زمینم. هر کسی که بخواد با من در بیفته رو از بین میبرمش. خیلی از این دخترها هم میرن اونجا که یه به اصطلاح چی بهش میگم، یه مفبری بکنن، یه بکن از طرف هم که آدمای سالمی نیستن که بگیم که نه این طرف آدم سالمی بوده و این آقا خواسته بهش آسیب بزنه. به هر حال همه جور آدمی تو هر صنفی هست، نمیتونیم بگیم نیست. نمیتونیم کورکورانه از یکی حمایت کنیم و بگیم همه بدن این آقا خوبه، یا همه این آقا بده همه خوبن. بالاخره هر کسی هم بود جای ایشون با اون چیزی که به سرش گذشته، چه با مواد چه غیر موادش، رد میداد. خب بالاخره یک سری نامردی ها بهش شده، یه سری اتفاقاتی براش پیش اومده که حقش نبوده. ولی این دلیل نمیشه که مثلا کنسرت بذاره پول مردم رو نده، یا مثلا فیلم بردار بیاره براش فیلم بگیره پولشون نده، عکاس بیاره پولشون نده. من نمیگم چیزایی که اومدن گفتن، من نمیدونم حقیقت داره یا نه، ولی خب قطعا یک سری از حرفا حقیقت داره، چون همه که بد نیستن، فقط ایشون خوب. ولی خب یک سری هم هستن که پیازداغشو دیگه خیلی دارن زیاد میکنن برای اینکه ویو بگیرن. باز هم دارم میگم همه این کارها برای ویو گرفتن هستش. نمیدونم چی بگم دیگه. خلاصه که هر کسی رو که میخواین دنبال کنین مطمئن شین که طرف آدم درست حسابیه و از دنبال کردنش یک چیزی به شما اضافه میشه، یک معلوماتی، یک دانشی. حالا نه حالا مثلا بگیم که کتاب بشه فلانه، نه، ولی دیدم دری میگم حواسم به اینه منظورم اینه که کانتنت هایی رو دنبال کنیم که بار منفی برای ذهن شما نداشته باشه. حداقلش مثلا با نگاه کردن بهش بخندین، سرگرم بشین، یه چند تا چیز یاد بگیریم. مثل کانتنت های بهترین آهنگ های تاریخ فارس مثلا. چرا نمیره این تو؟
یا مثلا اگه سلبریتی رو دوست دارین که دنبال کنین، مثلا مصاحبه هایی که با همون سلبریتی میشه رو که مثلا ببینین این شخصیت طرف چجوری، سوالای شخصیتی از طرف میپرسن، مثلا چه چیزی، چه رنگی دوست داری، چه آهنگی گوش میدی، چه جان فیلمی تماشا میکنی، از این جور چیزها. خلاصه که آدمی رو دنبال کن که یک چیزی بهت اضافه کنه دیگه. در آخر صحبت های، یعنی در نتایجی که میخواستم میگم همین بود. مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.